بگو ببینم اینجاش کجاست؟ پیدا کردم. آفرین به موش کوچولوی باهوش من. بابا خوشگل من. چطوری پرنسس قشنگم؟ برای اینکه مامان حوصلش سر نره باهاش بازی کردم. آدم وقتی با این دختره حوصلش که سر نمیره. نکنه سر میره. نه نمیره. سر نمیره. خیلی خوب، تا دیگه برو پیش فسون یکم با اون بازی کن. میای داستان بخونی؟ آره که میخونم. تو برو، من میام. چطوری؟ یعنی واقعا برات مهمه؟ ببین صدا، یه سوال ساده پرسیدم. اگه خوبی بگو خوبم، اگه بدی بگو بدم. اینقدر سخته؟ آره سخته، چون دیگه نمیتونم تحمل کنم. تحمل بی توجهی و بی محبتی تو رو ندارم. تو رو خدا شروع نکن صدا. باید طلاق بگیریم. حق هیچ کدوممون نیست انقدر عذاب بکشیم. دافنه با من میمونه. تو هر جا خواستی میتونی بری. اینو بدون که از دافنه نمیگذرم. پس طلاقو فراموش کن. تماشاخونه. آرومتر. صبح بخیر شوهرمه. صبح بخیر عروسک من. صبح بخیر. صبح بخیر. ببینم خبری شده؟ بیا پایین. میبینمتون. اینو از خوشویی آوردن. خیلی ممنونم. برای من هدیه خریدی؟ نه مامان جون، این مال ما نیست. بیا بریم. بدو. اول این نقشای مسخرتو تموم کن. فسونو وارد بازی نکن. باشه؟ همچین چیزی نیست. اون به من زنگ زد، من نزدم. کار خواست، منم دادم. من یکی دو روز دیگه میفرستمش بره. حواسم یکم بیا سر جاش بعد. اگه تا اون موقع فسونو ناراحت کنی من میدونم و تو پوستتو میکنم. انگار با کارتالم بحث پول بینتون هست، درسته؟ پول بیمه دادی چیکار کردی؟ اون قرض دیگه از این به بعد مال منه. کارتال به من بدهی نداره. اگه هر اتفاقی تو دنیا میفته به تو مربوطه. مگه کری میگه من پرداخت میکنم، بدهی منه. در مورد کسایی که حمله کردن خبری داری یا نه؟ برنامه ریزش برو ده ساندی. چی؟ مطمئنی؟ آره والا این حقیقته. بهرام از این خبر داره؟ بهرام دیگه کیه؟ دستور اون نداده ولی از بورا حمایت میکنه. دست و پامو بسته. کامرو، کارتال دیشب خونه نیومده.
مرتی که داره چی کار میکنه؟ اول بابام بعد دیلا. آخه اون چرا میخواد ما رو نابود کنه؟ قدرت بهرام و دیوار به این نمیرسه که از بورات دفاع کنه. من حسابشو میریزم. برنامه چیه؟ اگه لازم شد میفهمی. ببینیم موضوع رو روشن کنیم. تو برای من مهم نیستی ولی چون موضوع دیلاس فرق میکنه. میفهمی چی میگم؟ میبینی. وضعیت دیلا به هم ریخته است. فکر نکن تو رو فراموش کردم. آره معلومه. تمام حواست به اونه. فوسون باور کن داری به این فشار میاری. اعصابامو به هم نریز. اینجا نمیمونی. برمیگردی ازمیر. بر نمیگردم. فوسون تو داداش من نیستی، میفهمی؟ اون مرد فقط به خاطر زن تو کوزگون. من اینجا کار میکنم پس میمونم. از تو هم اجازه نمیخوام. کوزگون؟ عزیزم اون صبح زود رفت. که اینطور؟ آره پرستار اومده پانسمان تو عوض کنه. باشه. تو چرا اینقدر بی‌حوصله‌ای؟ یعنی به خاطر کوزگونه؟ نه جانم، چه ربطی داره؟ درکت میکنم. تو همچین شرایطی آدم دوست داره همسرش بیشتر کنارش باشه. این که کسی دوستت نداشته باشه رو من بهتر از همه میفهمم. درد منو فقط در و دیوارای این خونه میدونن. کاش میتونستن حرف بزنن. میشه بگی پرستار بیاد؟ ممنون میشم. باشه. سلام. خدا رو شکر میبینم که حالت بهتر شده. چاره دیگه ای ندارم جز اینکه نشون بدم حالم خوبه. متوجه هم چی میگی. از اون روز پیش من مونده بود. ازت ممنونم. قابلی نداشت. فعلا خداحافظ. خداحافظ. چای نمیخوری؟ آخه تازه دم کردم، گفتم شاید شما هم بخواین میل کنیم. آره خوبه. بیا اول من حرف میزنم. مگه حرفی هم مونده؟ میبینی؟ بازم اول تو حرف میزنی. تو میدونی چی داری؟ تو مریضی حرف اول و آخر زدن داری.
کشش نده بابا، حرفتو بزن. بهرام میدونه من به خونه حمله کردم. با این حال اجازه نمیده که تنبیه هم کنی. درسته؟ مگه نه؟ اون چرا از تو حمایت میکنه؟ بهش فکر کردی؟ کسی که باعث زندان افتادن بابات شد بهرامه. همونی که بابام براش کار میکرد. اون نذاشت انتقام بابامو ازت بگیرم. تو رو مجبور کرد با دشمنت ازدواج کنی. واقعا همه این چیزا فقط واسه صلح میزه؟ یه تناقضی هست. واسه کشتن من بزرگترین مانع تو بهرامه. همونطور که من نمیتونم تو رو بکشم، تو هم به خاطر اون نمیتونی منو بکشی. پس آقا کزگون، بهرامو بکش، بعدش ما دوتا به حساب هم دیگه میرسیم. بهتره یه رازی هم بهت بگم. یادت باشه وقتی به بهرام میرسی که اون بخواد. دیلا جان، مهمون داری؟ سلجوق، خوش اومدی. ممنون. یکم باهاتون حرف دارم. میشه با هم قدم بزنیم؟ خب راستش نمیدونم. موضوع مهمیه دیلا خانوم. حرف مهمونمون رو زمین ننداز. برای تو هم یه تنوعی میشه. باشه میام. پس بیرون منتظرم. خیلی خوب، دم در وایسا. من این پسر رو تو بیمارستانم دیدم. اون کیه؟ کسی که سوژه خبری خوبی برات نیست. تو اینجا میخوابی؟ نه، تو خونه یکم با مامان حرفم شد. گفتم بیام اینجا. میدونی که اگه کارو بخواد بد پیش بره میره دیگه، نمیشه کاریش کرد. الان وضع من اینه. میفهمم. تو چطوری؟ اوضاعت بهتره؟ نمیدونم. یعنی واقعا نمیدونم. خیلی وقته که احساس میکنم نامرئیم. جواب سوالتو نمیدونم. میفهمم. تو برای علی کار میکنی؟ نه، الان دیگه نه. از این بابت خوشحالم. تو آدم خوبی هستی. اگه نباشم اون وقت تنها نیستی. برای چایی ممنون. یکی دیگه بریزم؟ من دیگه برم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. روز بخیر. مگه این زن علی نبود؟
اینجا چی کار داشت؟ ماشینش آورده بود تعمیر کنم. پسرم، تو پسر یوسفی. از خانوادت دور نشو. مامان من کار دارم، باید برم. همین الانشم دیرم شده. کجا باید بریم دیلا خانم؟ ببخشید؟ دیلا خانم با من میاد. ما میخوایم با هم بریم. ولی آقا کوزگون به من گفتن که آقا کوزگون اگه اعتراضی داره به هم زنگ بیزنه. بیا بریم سلجوق. راستش من فکر بهتری دارم. از این طرف بریم. اتفاقی افتاده؟ لطفاً به هم اعتماد کنیم. بگو ارجان. دیلا خانم رفتم بیرون آقا کوزگون. کجا رفت؟ نگفتم. نخواستن کسی همراهشون بره. با آقا سلجوق رفتن. پسر پس من برای چی تو رو با اون هیکلت اونجا گذاشتم؟ ها؟ اگه با یه حرف دیلا شما میترسین پس دیگه هیچی. خیر باشه. ما داریم کجا میریم؟ یکم صبر کنیم. خیلی زود همه چی رو میفهمیم. بله. چرا بدون اینکه کسی همراهت باشه میری بیرون؟ ها؟ از اتفاقای اخیر درس نگرفتی؟ همش حرف خودته؟ حرفت تمام شد؟ نشده. این یارو سلجوق کیه؟ چطور بهش اعتماد میکنی میری بیرون؟ امر دیگه ای نداری؟ نه. خوبه. پس میبینمت. میتونیم پیاده شیم. تماشا خونی. چی شده؟ یعنی چی؟ شما نه. ما. قدرت خانم توضیحات لازم رو به شما میده. چطور همچین چیزی ممکنه؟ گفته بودم خیلی چیزا دربارت میدونم. باورم نمیشه. به خیر گذشت. به نظر میاد بهتری. آره معلومه حالم چقدر خوبه. کسی فهمیده که من دارم با تو همکاری میکنم؟ نه اصلاً. یعنی از کلانتری یا اینکه یکی از آدمات از من به بهرام چیزی نگفتن؟ امکان نداره. چون هیچ کس دیگه ای نمیدونه. فقط سلجوق و چند نفره که بهشون اعتماد دارم این قضیه رو میدونن. بهرام آدیوار همه جا آدم داره. خیلی سخته بفهمیم کی آدم اونه کی نیست. برای همین رابطمون با تو هیچ وقت نباید رو بشه. وگرنه قضیه با یه گلوله تموم نمیشه. به نظر تو کار کی میتونه باشه؟ طبق سرنخها ندیم که از شریکاتونه این کارو کرده. ولی رابطه اصلی بهرام با این موضوع چیه فعلا نمیدونیم. یا او منو میکشه یا من اونا. میشه یه دوئل عادلانه. نیازی به این کارا نیست.
حرف گوش کن و نظمو به هم نزن. نظم؟ بهرام به زور ما رو سر یه میز میشونه. برام یه حمله میکنه. دیلا هم زخمی میشه. تو به میگی نظم؟ تو اون نظم بیاد. وقتش برسه به حساب برو هم رسیدگی میشه. چرا الان درویش؟ منتظر چی هستیم ها؟ اونجاش دیگه به ما ربطی نداره. من منتظر نظر هیچ کس نمیمونم. دیلا کم مونده بود بمیره. حالا خوبه که به زور باش ازدواج کردی. اگه دوستش داشتی چی کار میکردی؟ مگه تو نگفتی این ازدواج واقعی میشه؟ من سر حرفم وایستادم، تو همش بهانه میاری. نکنه عاشقش شدی؟ تو مگه تو باغ گل منت گلی رو میکشیدی؟ لهش میکردی و میرفتی، بهش هیچ رحمی نمیکردی. دیلا کیه کوزگون؟ به خاطر اون با بهرام درگیر نشو. دیلا به خاطر من جونشو داشت از دست میداد. اگه مسئله اینه تو هم یه بار جون اونو نجات بده و تمومش کن. نه اینطوری نیست. سوالمو درست جواب بده. به هم بگو دیلا رو دوست داری یا نه؟ اگه تسلیم عشق بشی این مبارزه رو میبازی. در این صورت خودم دفنت میکنم. اما اگه از دیلا خلاص شی یه شانسی داری. تازه زنده هم میمونی و به سمت اون بالا پیش میری. تو تسلیم عشق شدی. تسلیت میگم. تو این مبارزه سالم نمیمونی. کی میمیره و کی میمونه من نمیدونم، ولی خواهیم دید. ولی بدون درویش بورادا انسالی تاوان اون گلوله رو پس میده. اگه بهرام قدرتشو داره بیا جلو ما بگیره. این گویا این میدان فقط اون میتونه جلو ما بگیره. راه دیگه هم نداره. عزت زیاد. گزارش محل حادثه رو بررسی کردم. به نظرت چرا به تو شلیک کردن با اینکه هیچ دفاعی نمیتونستی از خودت بکنی؟ نمیدونم چی باید بگم. که به تو آسیب بزنن؟ هدف اصلیشون زدن تو نبود. میخواستن اون گلوله رو به کوزگون بزنن. تو جلوی مرگ کوزگون رو گرفتی. آگاهانه این کارو نکردم. دیگه بدتر. این خیلی بده. وقتی گفتم ازدواجتون مثل ازدواج واقعی باشه منظورم این نبود که عاشقش بشی. کوزگون متعلق به دنیاییه که تو میخوای ازش بیرون بیای. میدونم. نه نمیدونی. اصلا نمیدونی. من جای کوزگون تو رو انتخاب کردم چون کوزگون میخواد مثل اونا باشه، تو دنیای اونا. ولی تو از اون دنیا میخوای بیای بیرون. برای همینم بهت اعتماد کردم. وقتی بهرام آدیبا رو تحویل عدالت دادی با کوزگونم همین کارو میکنی. وقتی اون روز رسید میتونی کوزگون رو با دست خودت تحویل من بدی؟ آره؟ قرار گذاشتی؟ داداش تو اینجا منتظر باش.
ها خیر باشه. وایستادی؟ به تو چه؟ شنیدی که گفت منتظر باشم. آفرین، منتظر بمون. چی میخواستی بگی؟ بورا رو میفرستم بره. با دیلا هستی یا بورا؟ ها؟ دقیقا کجا میفرستی؟ دیار جهنم. من یه مجازاتی برای بورا در نظر گرفتم. اصلا منتظر یه جوابم. واقعا برادر دیلا هستی یا نه؟ دیلا خواهر منه، جونمه. باید ثابت کنم؟ کاری که میکنی برای من نیست، به خاطر دیلاست. اینو بدون. میفهمم. یعنی تو این موضوع کنارم هستی دیگه ها؟ آره کنارتم، ولی فقط تو این موضوع. میخوای چی کار کنی؟ تو به قولت فکر کن. منتظر خبرم باش. نقشه رو میفهمی. داداش، من به این یارو که با علی بود یه جورایی مشکوک شدم. خواستم بهت بگم. دمت گرم. چاکریم. هنوز نفهمیدی زیر سر کی بوده؟ باز میخوای چی کار کنی کمرو جان؟ من نه، تو باید یه کاری کنی. فکر کنم داداشم فهمیده که این کارو کرده. تو از کجا میدونی؟ خب از یه جایی میدونم دیگه. گوش کن چی میگم. داداشم میخواد که هر کسی که این کارو کرده رو خودش مجازات کنه. لطفاً جلوشو بگیر، هر کاری میتونی براش بکن. داداشمو شبیه خودتون نکنین. کمرو کوزگون به کی شک کرده؟ عزیزم باید به هم بگی چی شده وگرنه نمیتونم کمکت کنم. برادا استنلی. ببینم اگه حاضری شروع کنیم. من حاضرم. نقشت چیه؟ یه چیز اگه باید اول توافق کنیم. الان حرفایی که از من میشنوی و نباید به دیلا، نه به آدمات، نه به هیچ کس دیگه بگی. فهمیدی؟ تا پایان نقشه نباید حرفی بزنی. باشه؟ باشه، فهمیدم. ممکنه برو با ما این کارو کرده باشه؟ چیزی که میدونم اینه که به خاطر ازدواجت خیلی عصبی بود. و تنها چیزی که تو باید بدونی اینه که
گلوله فقط به تو شلیک نشده، منم زخمیم. دیلا، درسته که دعوا میکنیم، ولی کسی حق نداره اذیتت کنه. یواشتر. تو دیگه برو استراحت کن، منم باید برم. کجا میخوای بری؟ حساب دشمنامونو برسم. میخوای چی کار کنی؟ داداش یعنی میخواد منو پر کنه و با هم دست به یکی کنیم که تو رو از بین ببریم. خب این کوزگون واقعا آدم خطرناکیه. ها؟ همینطوره برا، مواظب باش. تله میذاره که بکشتت. با وجود بهرام؟ بله، به سرش زدی. خب کی؟ کجا؟ فردا. ساعتشو نمیدونم. با اینکه فکر میکنه دارم باش همکاری میکنم، ولی هنوز بهم اعتماد نداره. برا بهت گوش زد میکنم، تو هم مراقب باش. حواست به کوزگون باشه. ممنون علی. فردا رو در رو موضوع رو تمام میکنیم. آدرس رو برات میفرستم. گفتم تله میذاره. به نظرم نرو. میرم شکارش میکنم. علی فردا کوزگونچه بجی میاد که بمیره. مطمئن باش. باشه. ساعت چند؟ برا این بار واقعا میتونی بکشیش؟ همه چی حاضره. اگه من نکشمش اون منو میکشه. یعنی به خاطر دیلام نمیخوای منصرف بشی؟ آن؟ نه علی، به هیچ وجه. ببین چی میگم. بذار من کوزگونو بکشم. نقشه از تو، کشتن از من. با کمال میل. خودشه؟ علی فردا واسه هممون روز خیلی خوبی. برای فروش. برای فروش. دیلا؟ شب بخیر. چی میخوندی؟ بچه شدم، گریه کردم، بارونم به هم میخورد. گفتم قول دادم، پس باید هر جوری که شده رو قولم بمونم. آفتابو خواستم، بعد تو رو. ای کاش آدمی بودم که فقط به سایش راضیه. اینا چیزاییه که خوندم.
مثل اینکه کل روز رو رفتی گشتی و گل جمع کردی ها؟ سلجوق آورده. سلجوق آورده؟ مرتی که انگار کوره. انگشترتو نمیبینه؟ مثل اینکه روابط اجتماعی و بلد نیستی. درسته؟ هر روز بهتر میشی ماشاءالله. آره شکر خدا. بیا بنداز رو دوشت. تو با اسلحه این ور اون ور میری؟ مجبورم. گرسنت نیست؟ من حسابی گرسنمه. یه چیزی آماده کنیم با هم بخوریم. کوزگون مجبور نیستی با من خوب باشی. ماکارونی درست میکنم. چی شده مهربون شدی؟ فلفلم بریزم روش. فرقی که نمیکنه. اون اتفاق ناخواسته بود. یعنی خودم نخواستم اون کارو کنم. یهویی پریدم جلوت. پس من تا آمادش میکنم تو هم بیا. باشه؟ باشه جهان باقیش با من. نگران نباش. میدونی که باید این بحث بورا رو تمامش بکنیم دیگه. من باید برم. فردا حرف میزنم. داداش کوزگون ولکن قضیه نیست. میخواد جلوی بهرام وایس درویش. باید چی کار کنیم؟ نوش جونه. تو با بورا چی کار داری؟ بخور سرد میشه. این کارو نکن. خواهش میکنم به کسی آسیب نزن. حتی به بورا. تو داشتی میمردی دیلا. حالا ازش دفاع میکنی؟ اون برام مهم نیست. سرد شد. از گلون پایین نمیره. باشه از گلوی منم پایین نمیره. تو چرا دوست داری دستت به خون آلوده بشه؟ اشتباه میکنی. سعی دارم زنده بمونم که زودتر سرمو زیر آب نکنم. تو میتونی بعداً خوب زندگی کنی. همه چی درست میشه. وقتی از هم جدا شدیم میتونی خانواده داشته باشی. میتونی زنی و انتخاب کنی که دوستش داری. شاید بچه دار بشی. انقدر خودتو آلوده نکن کوزگو. مجبور نیستی شبیه بابام باشی. پس تا دیر نشده سعی کن خودتو نجات بدی. کارای من تموم نشده. بی خودی خودتو خسته نکن. نوش جونت. برای ماکارونی ممنون. الو گوش کن. کوزگون یه نقشه داره قدرت. نمیدونم دقیقاً چیه اما نمیخوام تو درد سر بیفته. نمیخوام به خاطر من کسی حتی کوچکترین صدمه‌ای ببینه.
با تلفن حرف می‌زدی؟ آره. چرا 2 تا تلفن داری؟ تو چرا انقدر کنجکاوی؟ ناسلامتی تو زن منی. ولی در واقع همش ظاهریه دیگه، مگه نه؟ اگه تو زندگیت کسی هست، استغفرالله. چی کار میکنی؟ منو طلاق میدی؟ تماشا خونه. شب بخیر. تو چشمت به خونه بورا باشه. اتفاقی افتاد سری به من خبر بده. کاش من باهات می اومدم داداش. نه خودم تنها میرم. تو فقط خونه‌ش رو کنترل کن. تا آخرین لحظه آدرس رو نمیفرستم ها. بگو حرفتو بزن. آخه ما کاری که درویش میگه نکنیم و داریم انجام میدیم. اگه میگه وایسا باید وایسیم. اون بگه دلیل نداره که هرچی درویش میگه ما بگیم چشم. اینا 7 جد آبادمون رو نابود میکنن. اگه بهرام دیوار زورشو داره خب یه جلومو بگیره نذاره اونو بکشم. بابا درویش جان افتخار دادی، خیر باشه. تو بورادا استانلیو نمیکشی. درویشم چرا اینقدر برات مهمه؟ نکن بچه، به حرفم گوش بده. بهرام حسابی شماها رو ترسونده. اگه جیگر داره بیاد جلو. اگه حرفی هم داره با پاکت و نامه نمیشه. بیا تو روم نگاه کنه با حرفشو بزنه. تو فقط برای دیدن اون وارد این بازی شدی؟ باید اتفاقات توضیح بده. چرا مواظبمه؟ اگه مراقبمه چرا بورا رو مجازات نمیکنه؟ درویش هدف این آدم چیه؟ حد و مرزتو بدون. خودتو به کشتن میدی. اگه بهرام جلو روم نیاد یا من بورا رو میکشم یا اینکه اون بهرام خان باید منو بکشه. انتخاب دیگه ایم نداری. چی شده؟ از صبح داری آهنگ گوش میدی؟ ها؟ نه بابا. خب حالا چی هست؟ چیز خاصی نیست. باشه. چه خبره؟ تو دیگه کی هستی؟ فهمید دنبالشم. خیلی خوب. زکی کوزگونو میکشم. کی داداش؟ امروز تو هم باید برای بورا فیلم بگیری. حالا کجا باید برم؟ برو زیر زمین انبار خودمون. 1 ساعت دیگه باشه؟
مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌کنید. لطفاً بعد از شنیدن صدای او پیغام بفرستید. داداش تو درد سر افتادی. علی برات تله گذاشته. از یه انبار قدیمی حرف میزد. به هیچ وجه نره اونجا اصلا. اون میخواد تو رو بکشه. چیزی شده؟ خوبی؟ استانبول چند تا انبار قدیمی داره. خیلی فوری میتونی بفهمی و به هم پیام بدی. مسئله مرگ و زندگیه. باشه. ممنونم آقا. عمه جونم چطور شد؟ خوشگل شده موش کوچولوی عمه. خیلی قشنگه. دیلا میشه با هم حرف بزنیم؟ آبجی مارال میشه بیای پیش دافنه؟ چی شده؟ نزدیک این آدرس ها کجا انبار دارین؟ کامرو بگو ببینم چی شده؟ علی برای داداشم تله گذاشته. تو یکی از این آدرس قراره با هم دیگه روبرو بشن. تو مطمئنی؟ آره دیلا بگو دیگه. ببین نزدیک این آدرس ها انبار دارین یا نه؟ کدومشونه؟ جواب بده. من میدونم کجاست. دیلا منم میام. کامرو لطفاً خواهش میکنم دنبال من نیا. کسی آسیب نمیبینه. کامرو لطفاً حرفمو باور کن. چند دقیقه دیگه میرسم پیش کوزگون. بهت اعتماد دارم. اون لعنتیو جواب بده. از دیدن من تعجب کردی؟ زود باش راه برو دیگه. میرسم نگران نباش. جلوی علیو بگیر دیلا. ببین به داداشم آسیبی برسه هر کاری میکنم که علی دیگه رنگ آفتابو نبینه. قسم میخورم این کارو میکنم. جلوشو بگیر. کامرو فقط آروم باش خب. ببین به کسی آسیب نمیرسه. نه به علی نه به داداشت کوزگون. منتظر خبرم باش. باشه فعلا. آدم فروختن تو شماها ارسیه.
خیانت تو ریشتونه. تو خیلی وقت حقت مردنه. حرف مفت نزن. اصلاتو در بیار. تا منو نکشی نمیتونی بری. چرا معطلی؟ کوزگون دیلا اسلحه هاتونو بندازی. دیلا برو از اینجا. علی اسلحه تو بیار پایین. دخالت نکن. کوزگون لطفاً. دیلا از اینجا برو. خواهش میکنم اسلحه تو بنداز زمین. دیلا کوزگون التماست میکنم. داداشون اسلحه رو بنداز. دیلا گفتم دخالت نکن. کوزگون لطفاً. کوزگون علی و دیلا خانم دارن میرن. باشه زکی، تو هم میتونی از اونجا بری. کارش تمومه. زکی از همه چی برات فیلم گرفت. آره دیدم. زنده پخش میکرد. مشکلمون با کوزگون تا ابد تموم. بله زنده است. میبریمش مقر خودمون. باشه قربان. فوراً ببریدش. خیلی مراقب باشید. دیلا. خواهر خوشگلم. عزیز دلم. تو راهیم قربان. به زودی میرسیم. هنوز زنده است.
دیلا بهوش بیا. بیارینش اینجا. بجنبین. بیاین بذارینش اینجا. بجنبین. زود باشید. من میرم استقبال آقا بهرام. خوش اومدین آقا بهرام. دیلا خوبی؟ آروم باش. تو چی کار کردی؟ من باید برم پیش دیلا. کزگو. بلم کن دیلا بلم کن. صبر کن. دیلا ازت داره خون میاد. آروم باش. تو کاری نمیتونی بکنی عزیزم. ازت متنفرم. تو با کوزگون چی کار کردی؟ ازت متنفرم. بهرام دیوار تویی؟ منم. معذرت میخوام اما نمیتونستم چیزی بگم. زکی داشت ازمون فیلم میگیره. اگه به من دروغ بگی، دیلا. ببین اگه یه بلایی سر کوزگون بیاد من میدونم با تو. دیلا قسم میخورم حال کوزگون خوبه. تیر مشقی بود، اون خونه هم علکی بوده. اگه همه چی رو به راه باشه کوزگون الان جلوی بهرام آدیوار وایساده. حتی شاید امونو کشته باشه. به آدماس بگو برن. اگه ماشه رو بکشی دیگه نمیتونی زنده بمونی. آدماتو بیرون کن. آخرش کار درست رو انجام دادی.
اجازه دادی هوشت به عصبانیتت غلبه کنه. بهت گفته بودم بهرام مادیوار میاد جلو رو. خب حاضری شروع کنی؟ آره آمادم. نقشت چیه؟ اول باید توافق کنی. هر اتفاقی که الان بیفته نباید به هیچ کس، حتی دیلا و آدماتم بگی، باشه؟ تا نقشه تموم شه یک کلمه هم حرف نمیزنی. باشه فهمیدم. من برای اینکه بتونم این بورا رو بکشمش باید اول بهرام مادیوار رو ببینم. چطور؟ بهرام مادیوار خودشو نشون میده. اگه نیومد چی؟ میاد چون این آدم با من مسئله داره دیگه. کم کم مطمئن شدم. به کل دنیا گفتم میخوام بورا رو بکشم، به گوش اونم رسیده. ما فردا با بورا رو به رو میشیم. برای اینکه منو بزنه یه شانسی بهش میدم. خب به من چه مربوطه؟ مهمترین نقطهش همینجاست. تو الان میری پیش بورا، جوری عمل میکنی که انگار منو فروختی. زیاد سخت نیست. قیافه نگیر بابا، گوش بده. خب بگو. باید قابل باور باشه. وقتی پیش بورا هستی من بهش پیام میدم که باید با هم روبرو بشیم. دیگه تو هم یه کاری کن که کشتن منو گردن بگیری. نقشه خیلی ساده است. الکی منم میزنی. باشه خب ولی ارتباطش با بهرام چیه؟ بهرام مادیوار اگه به من اهمیت میده حتما خودش میاد سراغم، یا خودش یا آدماش. بله زنده است. میبریمش مقر خودمون. باشه قربان. فوراً ببریدش. خیلی مراقب باشید. تو راهیم قربان، به زودی میرسیم. درویش تو بابامو کشتی. یا بهتر بگم بهرام مادیوار. کدومو ترجیح میدی ها؟ تو کشتی. از تهمتایی که شرف زد چشم پوشی کردی. اجازه دادی تو زندان بمیره. مریم وقتی نوا رو به رفعت میده میفهمه که کوزگون فرار کرده و بعد به سمت شلیک میکنه. چیکار میکنی؟ نه مریم آروم. میکشمت خواهر. مریم نکن این کارو. مریم نه. نفت مرد؟ نه زخمی شده. مریم چی؟ بچه ها؟ مریم تحت نظره. بچه هم جاشون امنه. ولی اگه کوزگون برگرده خونه هیچ کس رو پیدا نمی کنه. کاش هیچ وقت ازت کمک نمیخواستم. رفعت از مریم شکایتی نکرده. اجازه نمیدم زنت بیفته زندان. تماشا خونه. چند روز وقتمو میگیره اما حلش میکنم. مریم و بچه ها بر میگردن خونشون. تو باید جای من میافتادی زندان، ولی به جای اینکه تو رو تحویل قانون بدم با دستای خودم میکشمت. این شانس رو از دست دادی یوسف. نوبت من.
این جنگ تموم شد. من پیروز شدم و تو باختی. من زنده میمونم و تو میمیری. چرا این کارو با هم کردی؟ چرا؟ خدا حافظ پسر. میدونی بابا چطوری مرد؟ با تهمتایی که بهش زدی، با بدیایی که در حقش کردی قلبش وایستاد. به خاطر شما به خاطر تو بابا تو من کشتم. الو؟ کوزگون ممکنه بهرامو پیدا کرده باشه. مطمئنی؟ نمیدونم، به احتمال زیاد. قبل اینکه بهرام کوزگونو بکشه یه کاری کن قدرت. هر کاری میکنی بکن، کوزگونو نجات بده، التماست میکنم. تماشا خونه. بابا تو من کشتم، اما تو نمیتونی منو بکشی، چون تو از سر تا پا با عشق پر شدی بچه. قلبت جایی میره. ممکنه هیچ کس ندونه، من که میدونم. لحظه ای که اون ماشه رو بکشی، مریم، کمرو، کارتال، اون دیلا که براش مرگ و بجون خریدی میمیرن. تو بهرام آدیوار رو کی فرض کردی؟ بزن، اگه جرأت داری ماشه رو بکش. بزن. بیمارستان محک یک بیمارستان فوق تخصصی 100 تخت خوابی است. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است. پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. مؤسسه محک به عنوان یک سازمان غیردولتی ایرانی موفق شده که در ممیزی شرکت بازرسی بین‌المللی SGS امتیاز 95.5% رو در 7مین ممیزی خودش کسب بکنه و با این امتیاز در رتبه 4 جهان در بین 299 سازمان غیردولتی از امریکا، اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه قرار بگیره.